بله هر به سوریه امبری خوب دین کلاکا سوریه آنگوان بیشین روشا لغزه ببینرین هجرا پار و بتنش برکم لغزه یا کتی خویا کرن شریکو رود ده آنگو انجامین کو دردی که و نه لگوری دل حماس و نشی لگوری دل اسرائیل دمشش برویه که ارتشا اسرائیل هما چه پلاناش بود یک برنا حماسی هبه دخه مریتی هری داویه جی چاپمنی آمریکا ایدای پار وکر ارتشا اسرائیل دریای آوی در بازی تونل حماسی دیگه و هول ده به وی آوی تونل حماسی ین کشبو شر آماده کری دیگ ببه هم وقتی وی جمارا فلسطینیین کل شریدا غزه ج هفت جوتمه و حتی ها هاتنه کشتن 18440 دیگس. لناوا شریدا غزه شرکت جوار پکته اسرائیل جبود زوترین دمه ده بگیجه آرمان جخوا به هر آوای ایریشین خوا پکتینه. جبر شر نوبرا اسرائیل و حماسی حتی نها جمارا فلسطینین هاتنه کشتن گیشتی 18442 دیان. هر وها جوان 8000 زاروکن. دو وقت کی 5100 کس بریندار ده جنیزی 8000 کسی جی آگاهی نای گرتن. لگوری دانین که دوه جعالی هزین پاراسنا اسرائیل ای دفعه و هاتنه و شاندن جسد و 5 لشکرین اسرائیلی ین که حتی نها ده اپراسیونا بجاهی یا لدیجی شرید غزه ده هاتبون کشتن 20 جه ده انجام قضیه انده برنه. روزنامه وال استریت جورنال ادعا کرد که اسرائیل آوا دریای بردده نوا تونل حماسی ین لشرید غزه. Can I get in a little bit? وال ستریت جورنال نوچک وشاند و آگاهین خو سپارت رایدرین آمریکی ین جعالی اپراسیون لشکرین اسرائیل و تین آگاهدار کرن. روزنامه دیار کرد که ارتشا اسرائیل آوا دریایی بردده نوا تونلین حماسی ین لغزایی. لگوری نوچه اپراسیون مها در باسپویی دست بکر و دبکو به هفتهان دوام بکه. ای بی سی جی نوچک وشاند که وی آگاهی پشراز دکه و راگهاند که اسرائیل جبو ببینه به اف استراتژیا و چقاز بباندوره نها دا آستکی سینورکری ده دکه. پسپورین هاویردور هشیاری دا که بریارین بویرنگی و جبو دما درش باندور لو پیدا کرنا آوا و خوارنه یا خلق شرید غزایی بکه.